السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه جادی برنامه دوست داشتهتان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که به شما برنامه تر و تازه را هدیه می سازند. ما از آن خوشحالیم که نگاه های گرم شما به برنامه ما نگران است. دوستی را من مظفر می کنم، همدیل و همسری کشور می کنم. تا در عالم حق نوبت از من است، دوستان من با دوستی سر می کنم. اینک توجه نمایید. همه ما خلق سرملت ما با شادمانی و شکوه تازی 31 سالگی استقلالیت وطن حیات به سر برد استاده ایم. خلق مهنتکش و عالی جناب ما که از قدیم الایام در آباد نمودن باغ و راه‌ها، شهر و دهات، آبیده های مدنی نایاب شهرتیار گشتند، با مهنت مناسب و ظفرهای خود با این صحنه تاریخ را پیشواز گرفته ایستادیم. با شرافت سیاست کشاد و عملی خارجی سالهای آخر نفوذ و نقش سیاسی کشور ما در منطقه و جهان به طوری نظررس بلند گردید. مناسبت‌های دوستی و همسایگی نیک با دولت‌های منطقه براه مانده شدند. خلق سرملت ما در فضای آزاد مثل یک عائله همدل و همجهت عمر بسر میبرند. من پیش از همه میخواهم مردم شریف ازبکستان را استقلالیت دولتی خود را با موفقیت با دستاوردهای خیلی بزرگ جشن گرفتن از صمیم دل تبریک گویم. در حقیقت مردم شریف ازبکستان و دستاوردهای نهایت بزرگ صاحب گردید و از همه مهم تمام اصلاحاتی که در محیط ازبکستان عملی شده ایستاده است محض بر رشد وطن عزیز مردم ازبک مساعدت نمود و امروز خوشبختانه یکی از کشورهای پیشرفته در آسیای مرکزی به شمار می رود. ما از آن خرسند هستیم که بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرحمانویچ همکاری ها و رابطه ها میان تاجیکستان و جمهوری ازبکستان نهایت گسترش یافت. بازگردیدن گذرگاه ها، سفر به واسطه پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرحمانویچ به جمهوری تاجیکستان، سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و جمهوری ازبکستان و به امضا رسیدن سازشنامه های دو جانبه امکان فراهم آورد که رابطه ها باز هم گسترش یابند و باید گفت که این دوره راهبری شوکت میرزیویف را پیش از همه ما می توانیم همچون دوره تاریخی و سرنوشت ساز در رابطه و همکاری های دوستانه بین تاجیکستان و ازبکستان نامیم. از همه مهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان به این دوستی بهای بلند داده بارها از منبرهای مختلف از دوستی، برادری، همکاری با این کشوری دوست همسایه اظهار نظر نمودند. در برآمد خودشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مخصوصا تاکید نمودند که دوستی و برادری خلق تاجیک با ازبکی تاریخ خیلی کهن دارد، برای امروز اهمیتی بسا بزرگ دارد. ما باید این دوستی که سرچشمه های قرینی تاریخی دارد اون را بازم تحکیم بخشیم و رابطه ها را میان این دو خلق تفسیه نماییم. خلاص با همین تاکیدهای دو رهبر دولت امروز در همه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی همکاری ها آغاز یافتند و تاجیکستان با ازبکستان همچون شریک استراتژی در رشد دو جانبه هر دو کشور یاری، کمک و پیشروی ها
را احساس می نماید و باوری کامل داریم که این رابطه در آینده نیز باز هم گسترش خواهد یافت. سفیر تاجیکستان در ازبکستان تاکید نمود که در ازبکستان روز دوستی خلقا جشن گرفته شد. این روز را تمام مردم سرملت ازبکستان با خوشنودی قید کردند. وی ذکر نمود که برای حفظ فرهنگ و زبان، رسم و آیین نمایندگان قریب 140 ملت تمام شرایط فراهم آورده شده است. در ساختار معارف تحصیل به 7 زبان: ازبکی، روسی، تاجیکی، قراقلپاقی، قزاقی، ترکمنی، قرغیزی براه مانده شده است. حدود ازبکستان زیاده از میلیون ها تاجیکان بردوباش دارند و همین طریق در حدود تاجیکستان هم ازبک تباران زندگی میکنند. میخواستیم شرایط هایی که برای آنها فراهم آورده شده است کمی معلومات میدادم به بینندگان. برای ازبک هایی که در تاجیکستان عمر به سر میبرند همون گونه شرایطی که برای ساکنان و شهروندان تاجیک زمینه فراهم آورده شده است، همون شرایط برای هر یک شهروند ازبک در جمهوری تاجیکستان مهیا شده است. در تلویزیون تاجیکستان و هم در رادیوی تاجیکستان با زبان ازبکی برنامه ها فعال هستند و بسیار روزنامه‌نگاران فعال در این بخش ها کار میکنند و حتی ما با زبان ازبکی برای خارجیان نیز برنامه داریم و روزنامه ها با زبان ازبکی چاپ میشوند و حتی در بعضی ناحیه ها روزنامه های ناحیوی صحیفه با زبان ازبکی دارند و هیچ وقت در این مسئله یگان ضدیت وجود ندارد. چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با قصد دوری، با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیابان، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در این شب‌های سردی به صدایی. سپردم امتحان دل جدایی، در این شب‌های سردی به صدایی. بله در پای شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درایی. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیابان، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن
جشن 31 سالگی استقلال وطن عزیزمان در تمام شهر و دهات، کوچه و خیابان‌های دیارمان ادامه دارد. در ناحیه بوستانلیق ولایت تاشکند نمایندگان ملت‌های گوناگون دوست و برادر زندگی می‌کنند. سال تا سال در زیر تأثیر قرار و فرمان‌های حکومت و رهبر دولتمان زندگی مردم خوبتر می‌گردد. بر رسم و آیین و عنعنه‌های هر یک ملت ارج گذاشته می‌شود. از این لحاظ ملت‌های گوناگون همچون فرزند یک عائله اهل و اتفاق زندگی می‌کنند. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'im ko'zimga aylab to'tiyo. Nechun vatan deya yer osmonni? Muqaddas atayman tanho. Mana Bo'stonlig'imonda juda ham bayramona shukuh, mustaqilligimiz 31 so'lanish. Aynan hamshaharimo, shahrimo mehmona ashanda kayfiyat juda ham o'zgacha. Zero men mustaqilligimiz abadiy bo'ladi. Hamma hamshaharimga sihat salomati osmonimo musaffo ishlanishi umid qilaman. Bayrami muborak shavad. Imroz Eid hamma yurtdoshimizga muborak shavad. Soli 31 sola ilohim bardavom shavad. Ayin dur solo mustaqilligimiz mustahkam shavad ilohim. Eid istiqlol muborak. در این چاره‌بینی برابر پیران برنادیل، جوانان، صاحبکاران، اهلیزیایان و مهمانان زیاد از ناحیه‌های ولایت اشتراک نمودند. در آغاز حاکم ناحیه برآمد نمود. عاید کامیابی‌ها و کارهای آبادانی و دستورهای به عمل تطبیق گشته. در عملی گشتن کارهای بنیادکاری سهم ساکنان ناحیه را علاهیده تاکید نمود. 31 سالگی مستقلی ازبکستان جشن کرده استادیم. همچون bayram است. این bayram رو من شادیانه همه ملت ها اشتراک کرده استادند و در این ناحیه هم ازبکان، هم تاجیکان، قزاق ها، قرغیز ها، روس ها و باشقه ملت ها زندگی میکنند. همه‌شان یک درشکت دوست داشته خدا انده شده زندگی میکنند و ها اکویکا شده یک درشکت جدا رفته آمدشان نقص رواج رونق ازبکستان و هر موشن هم قصه‌شان جدا بسیار است. برنامه چاره‌بینی بخشیده به جشن استقلال کشور رنگارنگ بود. برآمد ورزشکاران حربیان با صحنه‌های جالب حاضران را به ذوق آورد. ترانه‌های عاید دوستی و وصف وطن محبوب به همه کیفیتی ویدانه بخشید. در دایره چاره‌بینی کمک به عائله‌های کم بضاعت و احتیاجمند به نظر گرفته شد. من ماشین دوزندگی گرفتم. برای همین اولین بار تشکر زیاد میگویم. اکنون این کاری فعالیتم را دو روز دراز دوام میدهم. همین که نیتم هست که یک کلان سیخ کشایم، در سیخ کار کنم، بعد دیگر خواهم به کار تامین کنم، برای جمعیت یک کلان فایده آورم. عید استقلال مبارک باشد. همه عید استقلال تبریک نمایم. مقصد، مرام و مدعای اساسی دولتی ما از قبول کرده شدن استراتژی رشد ازبکستان نو برای سالهای 2022 و 2026 برایمان روشن. توسط بلند برداشتن قدر انسان و باز هم رواج دادن جمعیت آزاد شهروندی، برپا نمودن دولتی که واقعا خلق پرور می باشد. با ایده 31 سالگی مستقلیت دولتمان با تمام بینندگان تبریک میکنم. در دهه پسکام پیشوی جوانان هستم. در دهه پسکام تمام جوانان با کار تامین شده ایستاده است. وابسته به این عائله های احتیاج اجتماعی دارد. من امروز به اینها یاردم داده شده ایستاده است و به اینها ماشین دوزنده و ماشین علفتری را امروز تحفه کرده ایستاده و البته سطح روزگارشان را به پیش میبرند. من فخر افتخار دارم جوانان مستقلیت هستم. یگان کسب و هنر عمیق را صاحب بودن در حیات شخص چقدر اهمیت را مالک است
به همه‌مان معلوم. حالا امکانیت فراهم آورده شده است که هر یک شهروند از حساب دولت با آموزش کسب و هنر فرا گرفته شده است. برای این ساختار کمک رسان با آموزش کسب جاری گردیده است. من از دیخه باغستان هستم. من امروز ماشین دوزنده گرفتم. من امروز این ماشین را گرفتم. اکنون از این استفاده برده و درآمد کرده از این هر خیل لباسا، هر خیل گوناگون نرسه ها را دوخته و درآمد عائلم یاردم می‌دهم. سیخی کلان شدن در آینده رجخام هست. خودم برای یاش‌ها به این کار جلب کرده. آنهایم درآمد گرفتنشان یاردم می‌دهم در آینده و حاکمیت و پرزیدنت تشکری کلان میگویم. البته در دایره چاره‌بینی همزمان به فرزندان عائله‌های کم‌بضاعت فرم‌های مکتبی تحفه گردید. این همه اعتبار و غمخواری ها بهر باز هم بالاتر برداشتن سطح زندگی شهروندان می باشد. من همقدر اولادم تونستم نرس گرفتم و به من به هم خودم میخنتم بویچه نرس ساخت آمدم. یک ماه شد من پزاندشی نرس لاتش گرفتم. دخوفکه پیچ همه نرسای این خودم استفاده بردم نرس پخت آمدم. حکم خما دولتم و پرزیدنتم تشکر میبرم. هم خیلی نرسای چگونه میشه پختن یا اینکه اشتیاق کردن به هم میبینم به دولتم فایده میرسه حسابی بقای ترسم. شاهدی قید است که در ناحیه بوستانلیق تعلیم برابر زبان دولتی در زبانهای روسی، تاجیکی، قزاقی و قرغیزی براه گذاشته شده است. در دههای برچیمولا، یکتوت، یوسفخانه، باغستان و ننی، اسپی، میدانتال و پسکام طالب علمان با زبان مادری امان تاجیکی تعلیم میگیرند. در کودکستان ها هم تعلیم و تربیه در آینده نزدیک با زبان تاجیکی جاری میگردد. ساکنان این ناحیه برابر زبان مادریشان زبان دولتی را خوب می‌دانند. در همه ساحه‌ها بهر بهبودی وطن محبوبمان سهمی مناسب می‌گذارند. زبانی مادری مانند قند است. زبانی مادری بس دلپسند است. زبانی من زبانی علم و عرفان، زبانی دانش و اندرز و پند است. سرودی رودکی و شعری والا، زی حافظ سعدی و خیام و سینا، زی نوایی و جامی و هلالی، زی بدل عین ایدانا. بخوانم من به شوق ذوق چندان، رسم به قدر هر حرفی بزرگان. ادب آموزم و هم علم و فرهنگ، زبانی من مرا سازد سخندان. تشبس‌های نیک، اعتبار به خلق قلب ما را به طغیان می آورد. راه یگانه ما هیچگاه کمبغل نشدن، معنای صاحب همه اختصاصا گردیدن خلق ما را دارد. دیگرگونی‌های کلی که در کشورمان روی می‌دهند اشاره به همین مقصدهای نیک و نجیب است. استقلالیت و باوری که دولتمان در روی زمین به دست آورده است به این پور را کفالت می‌دهد. استقلالیت محبت و اعتقاد ماست. آن به همه ما و شما مبارک باشد. تا نبینم کشورم را گل بسر، تا نسازم خاک او را مشت زر، تا نبینم مردمش را تاج سر، من ز جان خویشتن راضی نیم. همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما ایجادکاران برنامه برای شما آماده نمودیم. در آخر برنامه فکر و درخواست و نامه های شما را منتظر در جهاننمای ازبکستان میمانیم. همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خدا حافظ. روی مالی سرم نو چگلی سنجیتای، اندر تنی من
کرتای سرخی چی تای ای چای جون دگا چی می ترسی منای باوش که زیغرمو اچشای های تای باوش که زیغرمو اچشای های تای خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره شانه بر مویش نکنم دلم در میگیره خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره شانه بر مویش نکنم دلم در میگیره تا نشینم یک دمکه بر بابرش چای جون تا نشینم یک دمکه بر بابرش چای جونه دیده بر رویش نکنم دلم در میگیره دیده بر رویش نکنم دلم در میگیره این همه کار خونه را نیمه و نیم کاره کنم لب لبی آبی کمر آب سیری دلی لاله کنم در لبی دریا نشینم ای ته دل ناله کنم خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره دسمه بر مویش نکنم دلم در میگیره تا نشینم یک دمکه